سلام، پول نقد از ایران ریال با خودمون ببریم آیا کشور دیگه میتونیم هزینه کنیم یا میتونیم تبدیل کنیم یا نه؟ معمولا بهتره که دلار با خودتون داشته باشید. دلار تو ایران میشه دلار خرید. حالا من توی ویدیو تقریبا 25 دقیقه گرفتم، اگه حوصله داشتین ببینید. حتما موضوعات دیگه گفتم، نکات دیگه گفتم. شما دلار بهتره که بخرید، تو هر شهری معمولا هست. حالا بانک نمیفروشه ولی خب هست. رسیدید ارمنستان، همون بانک میتونید، همون فرودگاه میتونید چنج کنید، تو مرز میتونید چنج کنید اگه زمینی میرید. توی البته استانبول اینا باشید که حتما استانبول، حتی روسیه حتما توی شهر فقط چنج کنید. روسیه بانک های مختلفی هست که چنج میکنن و بهتر اینه که شما حتما با خودتون، من واژه حتما خیلی استفاده کردم چون حتما با خودتون دلار ببرید. ویدیو رو اگه دوست داشتید ببینید، حتما تو کانال یوتیوب هست.